خیلی خوب، اسمشو میذاریم ایوو هارد، به معنی ایولوشن هاردکور، یعنی هاردکور تکامل. این سری هاردکور دیگه میخوایم کامل بریم جلو. 2 تا سری هاردکور تا حالا شروع کردم، هیچ کدومش کامل نشده. هاردکور برو بریم. اوه ایول به این اسپان، ایول به بلت و بلی به بولت. چرا من شیدنم خاموشه؟ اوکی. کرافتینگ تیبل، پیککس چوبی، وسایل سنگی، توهین به وسایل قبلی، غذای بیشتر، پشم، تخت، چرم، بیرحمی، غذای متنوع، سپری شب اول، خوردن غذا، جمع‌آوری منابع بیشتر. خب بچه‌ها، من تصمیم گرفتم که اینجا رو خونه خودم بکنم. خیلی جای دنجی، همین که بالای کوه، همین که لاوا داره، همین که این درختای چری یه حاشیه دورش ایجاد کرده. خیلی خوشگله خدا وکیلی. اینجا هم که آب ما با همه چی هست. یه خونه موقتی کوچولو میخوام بسازم، بعدش میریم دنبال ویلیج. اگه ویلیج همین نزدیکا بود که همینجا رو میکنم خونه و اینا، اگه نبود باید مهاجرت کنیم. ولی چوب خیلی ندارم و اینا رو کاشتم چند تا شوتا در بیاد که این چوبام داشته باشیم. فعلا فقط چری دارم. چی ندارم که سری زامبی کجا داریم؟ از این زیره خیلی نزدیکه، نکنه همین زیر دیگه. فکرم اسپانره. اوکی. حیوان میوونم زیاد داره و این خیلی خوبه. خیلی خوب. 60 تا. با 60 تا من چیکار کنم آخه؟ بذارید ببینم چیکار میتونم بکنم. نصف اینا رو بردار، اوک کن، لاک کن. نه این اسمش چیه برو؟ آره دیگه، پلنک کن. خب ترکیب صورتی و قهوه‌ای به نظرم باید شاید خوب بشه، نمیدونم، تا حالا تستش نکردم، ببینیم چی میشه. اوکی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 6 در 10 خوبه به نظرم، کافیه. 7 در 10 اوکی. او شت، بذارید اینو من بزنم که ای زنبورش هم دارم میسوزم. آره بذارید. ای وای اونم آتیش گرفته رو خدا نسوز. من میخوام درخت اینجا رو. با تشکر. امیدوارم جای دیگه آتیش نگیره. زنبورای بدبخت خانمانسوز شدن. اوکی. حله. من میگم اینو مثلا یه 3 تا ارتفاع بهش بدیم، جالب میشه. فقط چوب الان کم میارم، باید بریم دوباره بکنیم. آره باید بریم بکنیم. بچه ببینید تو مپ چی دیدم. یه دونه این روی این پورتال هم اینجا هستش، بریم چکش کنیم. من فقط درخت میخوام خونم رو کامل کنیم. و جالبه اینجا کدو زیاده، اگر اشتباه نکنم دور و برای یه ویلیج چیزی هست. بچه‌ها اینجا رو ببینید، اینجا یه دره مانند دور تا دورش بسته است. اینجا رو قشنگ میتونیم یه بیلد مشتی بزنیم، یه خونه گنده اینجا درست کنیم. فرما و هیچ. آقا این سری کلا سری بیلدیه، اصلا سری خیلی جالبی به نظرم میشه. سری ایوو هارد، اسمش هم خیلی دوست دارم، خیلی جالب و متفاوت و خاص. فقط درخت نیست اینجا. آخه من چقدر دیگه باید برم به دنبال درخت؟ بچه یه من اینجاست بزنمش؟ نظرتون میتونم بزنمش؟ فکر نکن. خیلی خوب برو بریم آقا، برو بریم. چوب به اندازه کافی جمع کردم. چقدر؟ 54 تا لاگ. خوبه اینجا چوب داره یه آره اینجا پره، یعنی همین رو که بیایم اینور اینجا پر چوبه. خیلی خوبه. اوکی. هر کی هم با این ماد فالینتری به من میگه چیتر، همش چیتر. اینجا هم یه غار هست خوبه، میتونیم بریم بعدن لوتش کنیم.
بعدا فکر کنم یا میفته برای همین پارت یا پارت بعدی. فکر کنم میفته همین پارت. اوکی بیا ببینم اینجا چی داریم. اوه شت، یه دونه پورتال هم دیگه هم اینجاست. برگام چه سید پرنعمت و باورکتیه. یه ویلیج هم اگه این نزدیکی ها داشته باشه من دیگه هیچی از خدا نمیخوام. خیلی خوب بریم اول اینو لوتش کنیم بعد بریم خونه. اوکی تختم هم که اینجاست، همینجا میخوام. تو حالا هوای ندر بخوابیم امشب. اینم برای کسی که فکر کنم من چیت زدم. ببینید خالیه. اوکی بسم الله الرحمن الرحیم. بریکینگ 2 لوتینگ 3 سویپینگ 3 جالبه. شلوار چی داره؟ تونز 2 سگ تونز 2 میزنه. ببخشید. خب من نمیخوام فعلا شمشیر که نداریم. میخوای این لوتینگ 3 رو بردار داشته باشی. کسی چیزی حمله کرد اینا رو یادم باشه خواستیم بریم ندر اینا رو کامل کنیم، چون که احتمال اینکه توی جای خیلی خوب اسپام بشیم زیاده. حله برو. تیم مشکی خوشگل شاید رامش کنم برای خودم. مشکی دوست دارم خیلی. برام هیچ اهمیتی نداره که رنگت مشکی بود واقعا. ببین یه تضاد رنگی داره ولی جالب شد. یه چند جا دیگه چری کار کنی به نظرم خوشگل میشه. ایول 2 تا تبر شکوندم من میگم سقفشو میتونیم یکی دیگه هم ببریم بالا ولی خوبه بسته. آره نمیدونم یکی دیگه هم میبریم بالا. حالا سگ خورد خودمون میخوایم تو زندگی کنیم دیگه. البته اگه اینجا ویلیج باشه ویلیج نباشه به هر حال یا مجبورم ویلیجر رو بیارم اینجا یا من برم شه ویلیجر رو، که راه دوم خیلی آسون تره واقعا با ویلیجر رو فکت زدن سخت. خب اینجا ما یه دونه پله میزنیم، بعدش یه دونه اینوری میزنیم، بعدش یه دونه اینوری میزنیم، بعدش یه دونه اینوری و اینوری. اینجا هم همینطور. فقط به کدوم زدم؟ به کدوم بلاک من پله زدم. اوکی جالب شد خوشگل شد دوست دارم. خیلی دخترونه شد میدونید چی میگم. با دارک اوک میزدم اینجا سیاه پوست رنگ خودم میشد، نه سیاه میشد یعنی میدونی ذره دخترانه شد. ولی حالا میارزه. بذارید فعلا اینجا رو بسازیم تا ببینیم چی میشه بعدا. 2 hours later. خب آقا من خونه رو تکمیلش کردم. یه همچین چیزی شد در نهایت. به نظر خودم که خیلی خوشگل شد. دوستش دارم. اینجا یه ذره شیشه‌اش میدونی خیلی درست است. بعد درستش کنم. این بالاش هم میتونم چند تا شیشه بزنم ولی به نظر خودم واقعا چیز خوشگل و جالبی شد. اینم شد داخلش. فعلا این تو چیزای مربوط به طبیعت گذاشتم، این تو چیزای مثلا با ارزش، این تو چوبیا و اینجا هم چیزایی که مربوط به غار میشه. تختم هم که فعلا اینجاست و خیلی خوب شد. یعنی جامون خیلی خوبه. بهتر میشه اگه واقعا یه ویلیج چیزی هم بتونیم پیدا کنیم. اوکی اینجا من شیشه گذاشته بودم بپزه. بذار نپزه الکی هدر میره چارکولا. اوکی برم بذارش اینجا حله. خب یه چند تا غذا بذار اینجا بپزم تا میریم یه گشتی میزنیم اینجا. اوکی اینا رو بذار بپزم ما بریم. ما نه شب راست بذار بخوابیم بعد یه تختم اگه من میتونم بده بسازم دستم باشه به درد بخوره مخصوصا توی هاردکور. با تشکر. بذار بخوابیم بعد بریم. برو بریم. کدومه نرفتیم؟ اینوری نرفتیم. بریم اینوری یه سر بزنیم ببینیم ویلیج چیزی میتونیم پیدا کنیم این دور و بر خونمون. خیلی خوب میشه واقعا اگه بتونم من این ویلیج پیدا کنم اینجا. دیگه همه چی کلا تکمیل میشه دیگه. اصلا نیاز نیست از اینجا بریم. خیلی هم جای خفن و قشنگیه. دور و برش هم جای صاف زیاد داره برای ساخت فارم و اینجور چیزا. اما امیدوارم بتونیم ویلیج پیدا کنیم. حالا بریم شاید به یه چیزی خوردیم دیگه. همینو بریم مستقیم. من دیگه قار دارم تو نقشه میبینم. خوبه که اگه بریم اونجا می سر بزنیم. بریم ببینیم اگه قار خیلی جالبیه. شاید رفتیم این پارت. بذارید اوه قار نیستش که لامسته.
نه هیچی نی، نه چیزی نی، خیلی چیز اصلا خاصی نیست، فقط سنگه، اصلا به پایین راه پیدا نمیکنم، مگه اینکه اونوریه که دارم تو نقشه میبینم میترسم اینجا بپرم، هاردکوره به فنا میریم. یا اونوریه هم یکی دیگه هم تو نقشه بود الان. کو بذار جان بیام این بر همین الان یکی دیگه اینو تو نقشه بود اینجا الان به خدا بود. آها اینو هاش برش کرد. ببینیم این چی وضع. آقا اینجا خیلی کدو هست، من دارم تو نقشه باز میبینم، فکر کنم این برای ویلیج چیزی ما داریم. خب اینجا رو ببینیم چه خبره. اوه اینجا آب داره ولی نمیدونم به جای پایین تر میخوره یا نه اینم باز به پایین نمیره. اوکی بریم آقا همین راهمون رو بریم، شاید یه چیز خوردیم. او دوباره روی این پورت. آخه چرا من روی این پورتال، یعنی من 3 تا روی این پورتال تا همین الان تو پارت 1 پیدا کردم، 2 تاش در خونه، یکی اینجا. اگه یکی از این 3 تا واقعا گاد اپل نشه باشه خیلی ناراحت میشم. اون یه دونه که نداشت، اون یکی هم هنوز نگشتیم. این چی؟ وای گلدن اپل، ترسیدم فکرم گل اپله. آرون ناگیتا رو بده یه آهنی باش بسازیم، 2 تا هم بده. سیلکتاش نمیخوام مرسی. بازم کدو میکنم اینا رو چون میخوام، ولی ویلیج آخه باید باشه اینجا، چرا نیست؟ خیلی کدو هست. ویلیج آجی پشمام، خیلی نزدیکیم، خیلی خوبان، خیلی که نه ولی نزدیکیم، باز خوبه. فکر کنم بتونیم با پورتال یا با قایق شاید بتونم ببرم ویلیجرها رو. یه ذره در خونه سخت میشه ولی ایول که ما اینجا یه ویلیج ده، خدای شکر تموم شد آقا. این هاردکور اگر واقعا به مشکلات تیلانچر نخوره و تیلانچر که نه به مشکلات اینترنتی نخوره و نمیرم، واقعا فکر کنم پارت خوبی هاردکور خوبی بشه. داداشم گلم بیا اینجا ببینمت، مشتی نوکرتم. 2 3 بیا دیگه. وای اومد ای همین چرخو بکنم تو گلمه بلا. خوبی چه خبرش؟ هم خیلی دوست دارم و میدونستی من چقدر تو دوست. به خدا به آهن نیاز دارم، یعنی نمیکشتمت. بذار پارت بعد یه فارم آهن مشتی میزنم دیگه شما رو نمیکشم. ایول ببخشید معذرت میخوام. 3 تا خب 5 تا میدادی دیگه گدا. خیلی سر شیشه همشه لوتینگ 3 داره. خیلی خوب. نون ایول غذای مفید و مغذی. بده اینو بهم، میخوام برای ساخت همون فرنیس چیزا، پلاس فرنیس. بعد اوه هیبل دنبال این بودم. خب آقا لوت خیلی جالبی نداشت واقعا ویلیجر، ولی خدا رو شکر ما راضییم. ما برای ویلیجرش اومدیم که ویلیجر داره. نمیشه فکر کنم ویلیجر بدون ویلیجر. چرا میشه؟ اون زامبی ویلیجر، اون ویلیجر خراب. خیلی خب بذارید ببینم مپو. باید بیایم اینجا. اوکی آقا بریم فعلا بریم، حالا پارتی بعد میایم اینا رو بعدا انتقال میدیم به جای اصلیشون. خوبه پس آقا برنامه همین شد دیگه، میمونیم همین خونه کارو در میاریم. فقط الان من اگه بتونم یه قار پیدا کنم سر راه که میریم، اگه نتونم دیگه بره برای پارت بعد تا برم خودم آفلاین یه دونه قار پیدا کنم نشون کنم با هم بریم. بچه چه جالب اومدم وی پوینت بذارم برای خونه و ببینید رنگ لباسم وی پوینت رو زد. خوبه همینجوری میریم. خب آقا هیچ قاری نبود و ما مجبوریم مثل این که پارت رو تمامش کنیم، با اینکه خیلی واقعا این پارت بهم خوش گذشت. خیلی بازی بهم حال داد، خدا بهم نمیدونم کی بهم حال داد، خلاصه که خیلی بهم حال داد و اینا رو هم میذاریم اینجا دیگه. این با ارزش نسبتا محسوب میشه اینجا. حالا یه چست جدا باید بزنیم فقط برای آهنا که چیز شه دیگه، اوکی بشه مثل هر سریمون. این دوتا رو هم بدید من بذارم جایگذاری کنم، یعنی در واقع این که میره اینجا، اینم میذاریمش چه میدونم اینجا مثلا. بعد کدوها بیاد اینجا، اینم میاد اینجا، این که دستم باشه، اینم که شکست حالا درستش میکنم. و مرسی که ویدیو رو تا آخرش تماشا کردید. من در خونه بیام بیرون، خیلی خوشگله فضای بیرون.
ویدیو سابسکرایب فراموش نکنید. کلی انرژی میده. تا تای ویدیو دیگه خدا یارو نگهدار.